الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت محترم و معزز و مکرم، دوستان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 108 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمت های گذشته در مورد حکمی از احکام باب جنایز است که در قسمت های گذشته در مورد احکام تکفین و تجهیز جنازه یا میت و همچنین غسل میت و احکام نماز خواندن بر بالای میت و دفن کردن میت و بعد از او احکام یا بدعاتی که در سر قبرها صورت میگیرد، بنا کردن بر سر قبر، ساختن اضرحه بر بالای قبر و نماز خواندن بر بالای قبر و استغاثه و استعانه از قبور و بعد از او در مورد زیارت قبرها، در مورد سوال ملکین که در قبر صورت میگیرد، اینها را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کرده بودم و این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمت های گذشته در مورد زیارت قبرها است که در مورد حکم زیارت قبرها برای مردها و حکم زیارت قبرستان یا قبر برای زنها و همچنین ادعیه‌ای که یا در وقتی کسی که زیارت میکنه باید چی باید کرد و کدام دعا را باید خواند. این احکام و آداب را در این قسمتی از برنامه در روشنای احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد زیارت قبرها، اولا زیارت قبرها برای مردها چه حکم دارد؟ به اتفاق علمای مسلمان ها زیارت قبرها یا زیارت قبرستان برای مردها جواز دارد و امام نووی رحمت الله علیه و علمای دیگر اتفاق علما را در این مورد نقل کردند و گفتند که امر مندوب و مستحب است که انسان مسلمان وقت به وقت قبرستان را زیارت کند و حکمتی از او هم در احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده است و این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده. از جمله حدیثی است که امام مسلم و امام ترمذی رحمت الله علیهما از صحابی جلیل قدر بریده بن حصیب رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها. من شما را قبلا از زیارت قبرها باز داشته بودم، منع کرده بودم. الان این حکم منسوخ گردیده و حکم جدید این است که زیارت قبرها برای شما جواز دارد و شما قبرها را زیارت کنید. البته در ابتدای اسلام از این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کرده بودند، چون مسلمان ها حدیث العهد به اسلام بودند، نو مسلمان شده بودند و از ترس اینکه زیارت قبرها، زیارت قبرستان منجر به این شود که این کسایی که نو مسلمان شدند شاید کارهای بکنن که خلاف اسلام بوده باشد که منجر به عبادت قبر یا استغاثه و استعانه از قبر بشود، از او خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای اسلام از این کار منع کردن، سدا للذریعه. و بعد از اینکه اسلام در دل مسلمان ها پخته شد و جایگزین شد و خوفی از این از بین رفت که دیگر مسلمان ها کارهای غیر مشروع در قبر نمیکنند که استعانه و استغاثه بر قبر است و یا مدد خواستن از قبر است و یا عبادت قبر است، این کار را نمیکنند. بعد از او روی حکمت دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این کار اجازه دادند و او حکمت در روایت دیگری که امام ترمذی او را روایت میکنه بیان شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر حدیث فرمودند: فانها تذکر الاخره. شما قبرها را زیارت کنین و حکمت از زیارت قبرها این است که شما را به یاد آخرت می اندازد. زیارت قبر شما را به یاد مرگ، به یاد قبر، به یاد آخرت می اندازد. وقتی که شما به یاد مرگ افتیدید، به یاد قبر افتیدید و به یاد آخرت افتیدید، در نتیجه از اعمال بد خود توبه میکنید و برای آینده خود، برای آخرت خود اعمال نیک را انجام میدهید. و این حکمت و سبب مشروعیت
این امر است و این مطلب در احادیث دیگری هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است. امام مسلم رحمت الله علیه به عین مطلب را از حضرت ابو هریره روایت میکند و همچنین امام ابن ماجه و امام حاکم رحمت الله علیهما هم عین مطلب را از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند و همچنین امام احمد و امام حاکم این مطلب را از ابو سعید خدری و همچنین امام احمد از امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه و امام ابن ماجه رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها همه این مطلب را روایت میکنند و همه دلالت کننده به این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای اسلام مسلمان ها را از زیارت قبرها منع کرده بودند روی مصلحتی، چون اونها حدیث العهد به اسلام بودند و بعد از او روی حکمت دیگری که زیارت قبرها مسلمان ها را به یاد آخرت می اندازد، به یاد قبر مرگ می اندازد، به اساس این حکمت زیارت قبر را برای مردها جواز دادند. و به اتفاق علما این امر مستحبی است. این حدیثی که فزوروها امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث امر استحبابی است و امر وجوبی نیست. زیارت قبر به اتفاق علما امر مستحب است. مستحب است که مردها به زیارت قبر بروند، لیکن اگر متوفی والدین انسان بوده باشه در این صورت استحباب تأکید پیدا میکند. اگر شخصی پدر و مادرش وفات کرده باشد مستحب متأکد است، تأکید بر بالای ازی شده که بر زیارت قبر پدر و مادرش برود و قبر پدر و مادر خود را زیارت بکند و برای از اونها دعا بکند و اگر استطاعتی از این داشته باشد که صدقه بدهد از طرف از اونها برای فقرا و مساکین صدقه بدهد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود که والدیشان در زمان جاهلیت وفات کرده بود، در عصر جاهلیت قبل از عصر اسلام وفات کرده بودند، باز هم به زیارت ایشان رفتند و قبر ایشان که در بین مدینه و مکه بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبر مادر خود را رفته زیارت کردند. امام مسلم و امام ابو داود و امام ترمذی رحمت الله علیهما و همچنین امام احمد از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که ایشان فرمودند رسول اکرم زار النبی صلی الله علیه و سلم قبر امه فبکا و ابکا من حوله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبر مادر خود را زیارت کردند. وقتی که به زیارت قبر مادرشان مشرف شدند در آنجا خود گریستند و کسایی که در اطراف بودند، صحابه‌ای که با ایشان همراه بودند، آنها را در گریان انداختند. آنها هم با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گریستند. فقال استأذنت ربي ان استغفر لها فلم يأذن لي. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما از الله متعال اجازه خواستم که برای مادرم استغفار کنم، طلب مغفرت کنم، لیکن الله متعال برای من این کار را اجازه نداد. و استأذنت في ان ازور قبرها فاذن لي. و بعد از او از الله متعال من اجازه خواستم که قبر مادر خود را زیارت کنم و الله متعال این کار را برای ما اجازه داد و ما به زیارت قبر مادر خود آمدم. و بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فزوروا القبور فانها تذکر الاخره. شما ای جماعت صحابه ای مسلمان ها قبرها را زیارت کنین، چون حکمت از زیارت قبر این است که شما را به یاد آخرت می اندازد. و در روایت دیگر آمده که فانها تذکر الموت، شما را به یاد مرگ می اندازد. وقتی که انسان به یاد مرگ می افتد و یاد قبر می افتد و به یاد آخرت می افتد، از دنیا دل می کند و برای آخرت اعمال نیک را انجام می دهد. و این حدیث هم دلالت کننده به این است که زیارت قبر مشروع است و اگر متوفی والدین انسان بوده باشد این مشروعیت تأکید پیدا می کند. و اگر اقارب انسان، نزدیکان انسان، چه پدر انسان باشد، چه مادر انسان باشد، چه نزدیکان انسان باشد، اگر در حالت جهالت هم وفات کنند، در حالت کفر هم وفات کنند، باز هم زیارت قبرشان جواز دارد که انسان مسلمان به زیارت قبر از آنها برود، لیکن طلب استغفار برای از آنها جواز ندارد اگر در حالت کفر مرده باشند، در حالت شرک مرده باشند. اما مجرد زیارت اگرچه پدر و مادر انسان در حالت کفر مرده باشند جواز دارد بنا به این حدیث. و اما در مورد زیارت خانم ها، آیا خانم ها هم حق زیارت قبرستان یا قبر را دارند؟ در این مورد علما سه نظر دارند. یک نظرشان این است که
عده علما نظرشان این است که جواز دارد و این بیشتر علما این نظر را دارند. جمهور علما که این فرق در مابین خانم ها و مردها نیست، زیارت قبر برای هر دو مستحب است، چون علتی که بیان شده و او تذکیر یا یادآوری روز آخرت و یادآوری قبر و یادآوری مرگ است. در این علت مردها و زنها همه مشترکند، همچنانه که مردها احتیاج و ضرورت به این دارد که به آخرت و به قبر و به مرگ تذکیر داده شوند یا دهانی داده شوند و زنها هم به این چیز ضرورت و احتیاج دارند. لذا برای هر دو جواز دارد، لیکن عده از علما قولشان این است که این امر ناجایز است برای خانم ها جواز ندارد که به زیارت قبرها بروند و بعضی ها گفتند که این نهی تحریمی هست، حرام است برای زنها، و عده هم گفتند که مکروه است رفتن خانم ها به قبرستان، بنا به حدیثی که امام ترمذی و امام ابن حبان رحمت الله علیهما او را از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند لعن الله زائرات القبور، الله متعال خانم هایی که به زیارت قبر می روند آنها را لعنت و نفرین کند. و در روایت دیگری به صیغه مبالغه آمده، روایتی که امام ابن ماجه و امام احمد را روایت میکنند به صیغه مبالغه آمد که لعن الله زوارات القبور، خانم هایی که زیاد به زیارت قبر می روند آنها را الله متعال نفرین و لعنت کند. گفتم که عده علما این نهی و معنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را حمل به تحریم کردند، گفتند که رفتن خانم ها به قبرستان برای زیارت حرام است و عده هم این را حمل به کراهت کردند، گفتند که حرام نیست بلکه رفتن خانم ها به زیارت قبر یا به قبرستان مکروه است. لیکن جمهور علما گفتیم رأیشان این است که جواز دارد، فرق در بین زن و مرد در این مورد نیست و این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از نهی بوده. همچنان قبلا گفتم که در ابتدای اسلام زیارت قبر را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ممنوع قرار داده بود، چون مسلمان ها عهد العهد به اسلام بودند و بعدا وقتی که اجازه داد این اجازه هم شامل مردها شد و هم شامل زنها شد. و این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که لعن الله زائرات القبور یا زوارات القبور این قبل از منع بوده و بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه دادن و منع منسوخ شد این امر عام شد، هم برای زنها عام است، هم برای زنها و هم برای مردها. و همچنین احادیث دیگری هم دلالت به این میکند که زیارت زنها برای قبرستان جواز دارد. جمله حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که حضرت عایشه صدیقه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان میکنند و میگویند که یا رسول الله اذا زرت القبور کیف اقول، وقتی که من به زیارت قبرستان میروم چی بگویم، چگونه زیارت کنم، در زیارت خود کدام دعا را بخوانم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که قولی السلام علی اهل الدیار من المسلمین والمؤمنین، چنین وقتی که به زیارت قبر میروی چنین دعا بگو که السلام علیکم علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلام بر شما ای اهل دیار مسلمان ها و مؤمنین، ای مؤمنین و ای مسلمان هایی که شما در این دیار در این قبرستان زندگی میکنید، در این قبرستان هستید، داخل این قبر هستید، سلام بر شما. یرحم الله المتقدمین والمتأخرین، الله متعال کسایی که سبقت کردن قبل از وفات کردن آنها را رحم کند و کسایی که تا هنوز باز ماندن تا هنوز وفات نکردن در دنیا حیات دارن آنها را هم رحم کند. و انا ان شاء الله بكم لاحقون، و ما ان شاء الله تعالی به شما می پیوندیم. و در این حدیث وجه استدلالش این است که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه وقتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کیفیت چگونگی زیارت را پرسان میکند، زیارت قبر را پرسان میکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را از زیارت قبر منع نمیکند، نمیگوید که زیارت قبر مختص برای مرد هاست و نمیگوید که زنها یا خانم ها از زیارت قبر منع کرده شدن یا ممنوع برای زنها، بلکه برای حضرت عایشه طریقه سلام دادن یا طریقه دعا کردن در قبر را یاد میدهد و این دلالت میکند به اینکه زیارت قبر برای خانم ها هم مشروع است. و همچنین امام اسرم رحمت الله علیه در سنن خود از عبدالله بن ابی ملیکه روایت میکند که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها به زیارت قبر برادرشان عبدالرحمن که در مکه مکرمه وفات کرده بود به زیارت قبر آنها رفتند. وقتی که از زیارت قبر آنها برگشتن، عبدالله بن ملیکه
با ایشان روبرو شد و ایشان را دید، حضرت عایشه را، و از حضرت عایشه پرسان کرد، گفت که الیس کان نهی النبی صلی الله علیه و سلم عن زیارت القبور، آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانم ها را از زیارت قبر منع نکرده بود؟ پس تو عایشه رضی الله عنها چگونه به زیارت قبر رفتی؟ حضرت عایشه در جواب گفتند که نعم کان نهی عن زیارت القبور ثم امر بزیارتها. بله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای اسلام مردم را از زیارت قبر منع کرده بودند، لیکن بعد از او دوباره به زیارت قبر امر کردند و زیارت قبر را اجازه دادند. و این قول حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها دلالت به این میکند که ایشان از این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که لعن الله زوارات القبور یا زائرات القبور چنین فهمیده بودند که این امر قبل از اجازه بوده، در ابتدای اسلام بوده، وقتی که زیارت قبر هم برای مردها ممنوع بود و هم برای خانم ها، لیکن بعد از اینکه برای مردها اجازه داده شد، اجازه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عام بوده، هم برای مردها و هم برای زنها. و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند که ان النبی صلی الله علیه و سلم مر علی امرأة تبکی عند قبر، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نزد قبرستان رد شدند، دیدن که خانمی بالای قبر نشسته و گریان میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتقی الله واصبری، ای خانم تو از الله بترس و صبر بکن، گریان نکن. و این حدیث دلالت هم به این میکند که زیارت قبر برای زنها جواز دارد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این خانم را دید که در سر قبر نشسته و گریان میکند، او را از زیارت قبر منع نکرد، بلکه او را از گریان کردن منع کرد که تو گریان نکو، بلکه صبر و شکیبایی، از صبر و شکیبایی کار بگی. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این خانم را دیدن در سر قبر، از زیارت قبر او را منع نکردن، بلکه از گریان منع کردن، دلالت به این میکند زیارت قبر برای خانم ها هم جواز دارد و این رأی جمهور علماست. و گفتند که لیکن این جواز مشروط به چند شرط است که باید اون شرط ها در خانم ها برآورده شود. اول اینکه باید خانم ها زیاد به زیارت قبرها نروند تا که مورد این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که لعن الله زوارات القبور که به صیغه مبالغه ذکر شده مورد این قرار نگیرند. و دوم اینکه در زیارت قبرها باید در رفتن زیارت قبرها از عطر زدن و تزیین کردن خودداری کنند. و سوم اینکه در زیارت قبرها باید از صبر و شکیبایی کار بگیرند. اگر خانمی که سر خود اعتماد ندارد و وقتی که به سر قبر می رود به داد و وایلا و به گریان و به چیغ فغان شروع میکند و این خانم اجازه ندارد که به سر قبرستان باید برود. خانمی باید برود که سر خود اعتماد دارد که وقتی که در قبرستان رسید همبستگان و خودگی های خود را در قبر دید گریان نکند و چیغ و فغان نزند و نیاحیت جاهلیت و به سر صورت خود نزند. و همچنین باید روزهای معینی را تعیین نکنند که مثل که در بعضی جاها رواج است که در روز عید خانم ها میرون به قبرستان یا در روز اول سال میرون به قبرستان یا روزهای جمعه یا چهارشنبه پنجشنبه را مخصص میکنن به قبرستان میرون. این کار ناجایز است. وقتی که این شرایط برآورده شد بنا به قول جمهور علما اشکالی ندارد که خانم ها هم به زیارت قبرستان بروند. لیکن عده از علما رأیشان این است که مادامی که اختلاف علما در جواز است لذا افضل و بهتر است که خانم ها خودداری کنند از رفتن قبرستان. اما برای مردها به اتفاق علما مستحب و مندوب است. اما اینکه وقتی در قبرستان می رود باید چی بگوید، کدام دعا را بخواند و چگونه زیارت کند، این را بعد از دیدن یک بیان برنامه کوتاه خدمت شما در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقدیم خواهم کرد. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الله متعال می‌فرماید اگر بندم را با گرفتن دو چشمش آزمودم و او صبر پیشه نمود، در مقابل بهشت را به او ارزانی می‌دارم. ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم که به اتفاق علما زیارت قبر برای مردها مندوب و مستحب است و حکمتش هم این است که انسان را به یاد قبر و به یاد آخرت و به یاد مرگ می اندازد. و اما در مورد خانمها مورد اختلاف است و اما رأی جمهور علما این است که فرقی نیست بین خانمها و مردها و برای هر دو جواز دارد. و در مورد اینکه وقتی که انسان مسلمان بر سر قبر می رود، به زیارت قبرستان می رود، باید چی بگوید، چی دعا بکند و چگونه زیارت کند، این در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کدام دعا را خواندن و به صحابه کرام در وقت زیارت قبر کدام دعا را یاد دادن که بخوانند. از جمله این حدیث است که امام مسلم رحمت الله علیه از صحابی جلیل قدر بریده اسلمی رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان یقولوا. حضرت بریده اسلمی رضی الله عنه میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایشان را یاد میدادند که وقتی که به زیارت قبر میروند چنین بگویند: السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية. این دعا را حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام یاد میدن که وقتی که به زیارت قبر میروند این دعا را بخوانند که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ای اهل دیار، ای کسانی که از مسلمان ها و مؤمن ها شما در این دیار در این قبرستان هستید، سلام بر شما. و انا ان شاء الله بكم لاحقون، و ما هم ان شاء الله به شما پیونده هستیم. شما که از ما سبقت کردید ما هم در آینده پشت یکدیگر به شما می پیوندیم و این مرگ به سراغ هر یکی از ما آمدنی هست. اسأل الله لنا ولكم العافیه. من از الله متعال برای خود و برای شما عافیت را می طلبم که الله متعال عافیت را برای ما زنده ها هم نصیب کند و برای شما مرده ها هم نصیب کند. و عافیت برای زنده ها این است که الله متعال از در دنیا زنده ها را از فتنه های دنیا، از فتنه اهل و مال و از فتنه شهوات نفسانی و از فتنه شهوات مال، از تمام فتنه ها و مصائب در حفظ و در امان داشته باشد. و عافیت برای مرده ها در قبر این است که الله متعال آنها را از عذاب قبر و از حساب و از کتاب در امان داشته باشد. پس میگه که ما از الله متعال میخوام که ما را از تمام فتنه های دنیا در امان داشته باشد و شما را از فتنه قبر و سوال ملکین و از عذاب قبر از اینها در امان داشته باشد. و همچنین روایت دیگر امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان هم عین عبارت را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردند که به ایشان یاد میداد که چنین بگویند که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافیه. و در آخر حدیث حضرت عایشه جمله دیگری اضافه شده که میگفتند که یرحم الله المتقدمین منا والمتأخرین. الله متعال کسانی که سبقش جستن قبلا وفات کردن آنها را هم رحم کند و کسایی که تا هنوز وفات نکرده زنده هستند آنها را هم مورد رحمت خود قرار بدهد. و این حدیث دلالت میکند اولا به مشروعیت زیارت قبر و دوم دلالت به این میکند که
سلام دادن برای اموات، برای کسایی که در قبرستان هستند مانند سلام دادن برای زنده هاست. همچنانی که برای زنده ها میگه که السلام علیکم، برای مرده ها همچنین خطاب میکنه که السلام علیکم و رحمت الله، یا السلام علیکم اهل القبور، یا السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین. و دیگر هم دلالت به این میکند که قصد از زیارت یا حکمت از زیارت این است که علاوه به این که انسان را زیارت قبر بر یاد مرگ و به یاد قبر و بر یاد آخرت می اندازد، علاوه بر این دیگر حکمتش این است که برای اهل قبور، برای مرده ها، انسان ها دعای مغفرت کنند، دعای رحمت کنند، دعای عافیت کنند، تا که الله متعال به دعای زنده ها آنها را مورد عفو، مورد مغفرت و مورد رحمت خود قرار دهد. و همچنین دلالت به این میکند که زیارت قبر فقط برای چی است؟ برای اتعاظ، که فایدهش برای بنده ها، برای زنده ها این است که پند بگیرند، و فایدهش برای مرده ها این است که برای از اونها دعا بکنند و از در نتیجه دعای از اونها الله متعال آنها را مورد عفو و مرحمت خود قرار بدهد. علاوه بر این آنچه که در قبرستان ها صورت میگیرد که استعانت و استغاثه است و نماز خواندن به طرف قبر است و دعای میت است و کمک خواستن از میت و وساطت قرار دادن میت، این همه امور مبتدعه و امور بدعتی و امور گمراهی هست که در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام چنین نبوده است. و همچنین از ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، حدیث است که امام ترمذی و او را از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به قبرستان اهل مدینه از نزد یکی از قبرستان اهل مدینه مرور کردند، گذشتند. وقتی که به نزد قبرستان رسیدن روی مبارک خود را طرف قبرستان کردند و چنین گفتند که السلام علیکم یا اهل القبور، ای اهل قبور سلام بر شما، یغفر الله لنا ولکم، الله متعال گناه ما را هم ببخشد و گناه شما را هم ببخشد. انتم سلفنا و نحن بالاثر، شما از ما سبقت جستید، قبل از ما از این دنیا رحلت کردید و ما هم از پشت شما آمدنی هستیم. و این حدیث هم دلالت میکند اول به اینکه انسان اگر قصد زیارت هم نداشته باشد، وقتی که از نزد قبرستان رد می شود میگذرد، سنت مستحب است که برای اهل قبور دعا کند و برای از اونها سلام بدهد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصد زیارت را نداشتند، فقط از یکی از قبرستان های مدینه میگذشتند، روی مبارک خود را طرف قبرستان کردند و به اهل قبور سلام دادند و برای از اونها دعای مغفرت کردند. و همچنین دیگر فایده حدیث این است که وقتی که انسان دعا میکند اول باید برای خود دعا کند، بعد از او برای دیگرها، برای مرده ها دعا کند، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یغفر الله لنا ولکم، الله متعال برای ما گناههای ما را ببخشد و گناه شما را ببخشد. پس مستحب است که انسان وقتی که دعا میکند اول برای خود دعا بکند و بعد از او برای جانب مقابل یا مرده ها یا کسایی که از او طلب دعا کردند. و این مطلب در آیات قرآنی هم ثابت است، چون الله متعال وقتی که اوصاف مؤمنین را ذکر میکند میگوید که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. یکی از اوصاف مؤمنین این است که آنها میگویند که ای بار اله گناههای ما را ببخش و گناههای برادرای ما ببخش که قبل از ما سبقت جستند و قبل از ما از این دنیا رحلت کردند. و همچنین الله متعال رسول خود محمد صلی الله علیه و سلم را امر وقتی که به طلب مغفرت میکند میگوید که واستغفر لذنبک وللمؤمنین، ای رسول اکرم تو اول برای گناههای خود مغفرت بطلب و بعد از او برای مؤمنین مسلمان ها. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انسان معصوم و بیگناه بودن. این تعلیم برای امت است که وقتی که طلب مغفرت میطلبند اول طلب مغفرت، بخشش گناه از گناههای خود بطلبند و بعد از او برای کسایی که برای از اونها دعا میکنند، چه مرده باشند چه زنده. و همچنین از جمله ادعیه‌ای که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است این است که رسول اکرم در حدیث ام المؤمنین حضرت عایشه که قبلا ذکر کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه فرمودند که وقتی که به قبرستان رفتی بگو که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم السابقون و نحن بكم ان شاء الله لاحقون.
اللهم اغفر للمستقدمین منا والمستأخرین. و ادعیه دیگری که همه دلالت به این میکنه که فقط زیارت قبر برای عزیز که انسان وعظ و نصیحت یا انسان پند بگیرد و برای مرده ها دعای مغفرت و دعای رحمت بکند. و این ادعیه به اتفاق علما دعا کردن برای میت به اتفاق علما جواز دارد و ثوابش برای میت میرسد یا نفعش برای میت میرسد. و همچنان که صدقه دادن و حج و عمره کردن هم در حادثی ثابت است که نفعش برای میت میرسد. اما اعمال دیگری خواندن قرآن کریم، نماز خواندن، روزه گرفتن و ثواب ازی را بخشیدن این مورد اختلاف بین علماست. اما چیزی که علما به اتفاق داره او است که اگر انسان برای انسان مرده، اگر انسان زنده برای انسان مرده دعا میکند، از طرف از او صدقه میدهد، برای از طرف از او حج و عمره میکند، این در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و نفعش برای مرده میرسد. وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسیده است و در قسمت های آینده ادامه این مطلب را، ادامه باب احکام جنایز را خدمت شما در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد. تا وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.